بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما در این برنامه پیرامون داستان‌های شاهنامه بزرگ مفصل صحبت‌ها آراستیم و امروز می‌خواهیم صحبتی داشته باشیم دایر به زمان پادشاهی بهمن. در صحبت ما هستند نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهروز ذبیح‌الله. شما را به برنامه خیر مقدم می‌کنم. تشکر، درود و سپاس. خب، بهمن پسر اسفندیار بود و تا جای خبر داریم حین مرگ اسفندیار به رستم مراجعت کرد و خواهش کرد تا بهمن را تربیت نماید. خب چگونه بهمن سر تخت آمد؟ درست، یکی از دلیل هایی که من فکر میکنم که اسفندیار پیش از مرگ به رستم نصیحت کرد که بهمن را او تربیت کند و پیش خود نگه دارد، همین آگاه بودنی او از خودخواهی های پدرش گشتاس بود و شاید اسفندیار ترسیده بود که اگر بهمن به ایران بازگردد، گشتاس به خاطر تاج و تخت برای او هم یک نقشه میکشد و او را از بین خواهد برد. بنابراین از رستم خواهش کرد که باید بهمن را شما تربیت و پرورش کنید و در همه جا ذکر کردن که زواره برادر رستم هشدار داد که نباید رستم این پیشنهاد اسفندیار را بپذیرد، زیرا احتمال دارد که در آینده خود همین بهمن کینخواه پدرش شود و زابل را به خاک و خون آغشته کند. خب حالا بهمن چگونه به قدرت رسید؟ گشتاس دیگر 160 سال حکومت کرد و زمان مرگ او فرا رسید، به پیری و ضعف گرایید و خودش این را احساس کرد و بنابراین درخواست نمود که بهمن را از زابل به ایران بازگردانند و رستم هم با تمام عزت و اکرام و هدیه های فراوان بهمن جوان دلاور و پهلوان فرزند اسفندیار را به ایران زمین گسیل کرد و خودش اما به دربار نرفت و این زمانی بود که گشتاس دیگر پیر و ضعیف شده بود و احساس کرده بود که مرگ او فرا رسیده است. او جاماسب را فرا خواند و به وزیرش نصیحت کرد و گفت که زمان زندگی من به پایان می رسد و باید بهمن جایگزین تخت شود. یعنی ناگزیر بود که دیگر بهمن تنها وارثی اولاد گشتاس باید به تخت پادشاهی می نشست. بهمن را نیز با بزرگان فرا خواند و نصیحت ها نمود. از جمله گشتاس با اون نصیحت کرد که نشستم به شاهی 160 سال، ندیدم زیگیتی کسی را همال، کسی هم وزن برابر من نبود در این طول زندگی. تو اکنون همه کوش و آزاد باش، چو داد آوری از غم آزاد باش، خردمند را شاد و نزدیک دار، جهان بر بداندیش تاریک دار. یعنی نصیحت کرد که به داد و دادگستری بپرداز، آزاده باش و از دانشمندان خردمندان حمایت کن، آنها را در دربار خود جمع بیاور تا اینکه با سلامت پادشاهی کنی. اینها آخرین نصیحت های گشتاس پس قبل از مرگش و به همین گشتاس سلطنت 160 ساله او به پایان رسید و بهمن فرزند اسفندیار به تخت پادشاهی ایران نشست. خب چون معلوم می شود بهمن تربیت خیلی خوبی گرفته بود در حضور رستم و از روی نصیحت های بابای خود هم او باید عدالت را پیشه می کرد، خردمندی را پیشه می کرد و چی چیز سبب شد که او کینه در دل او پیدا شد، غرض ها پیدا شدند؟ یکی از اشتباهات و خطاهایی که شاید بهمن صادر میکند همین احساس انتقامگیری و کینخواهی خونخواهی او که در وجودش پیدا شد. احتمال دارد کسان او را با این کار وادار کرده باشند در دربار و دوم اینکه شاید از طریق همون گینی که خودخواهی در گشتاس وجود داشت و خود تکبری که در اسفندیار وجود داشت، این فرزند اسفندیار بود و او هم در او هم همین احساس متاسفانه بیدار گردید. او تمام بزرگان ایران را فرا خواند و با آنها مشورت آراست و این نیت خود را با آنها در میان گذاشت و او چنین گفت که
من میخواهم که انتقام پدرم اسفندیار و برادرانم نوشازر و مهرنوش را از زابولی ها بگیرم. این در حال بود که در این زمان الکی رستم وجود نداشت. او به دست برادرش شغاد کشته شده بود. اما بهمن گفت که سرم پر ز درد است و دل پر ز خون، جز از کین ندارم به مغز اندرون، به کینه سزاوارتر کس منم، که بر پیل و بر شیر اسب افکنم. و حالا این دلیل میارد بهمن که کینه خواه است و این را یک سنت میپنداشت بهمن. بهمن به بزرگان دربار که او را نصیحت کردند تا از رایش برگردد، این دلیل ها را پیشنهاد کرد که گفت شما ببینید که پیش از این نیاکان ما، بزرگان ما، پادشاهان زبردست ما همین رسم را رواج دادند و گفت که چگونه فریدون فروخ به کینخواهی جمشید آمد و ضحاک را کشت، چگونه منوچهر به کین پدر بزرگش ایرج برخاست و سلم و تور را کشت، چگونه کیخسرو به خاطر پدرش سیاوخش افراسیاب را کشت و چگونه گشتاس به کینخواهی لهراس برخاست و ارجاسپ را کشت. و به همین دلیل های فراوان درباریان را قانع کرد و گفت من نیز مستحق هستم که حالا کین پدرم اسفندیار، آن تهمتن یلی بزرگ ایران را بگیرم. اگر این کار را من نکنم، انتقام پدرم را نگیرم، برای او، برای شأن پادشاهی او یک ننگ محسوب میشد و به همین دلایل او درباریان را، لشکریان را قانع کرد و زمینه لشکرکشی به زابل فراهم شد. یعنی که او انتقامش را از زابل گرفت حالان که رستم نبود، از اولادان، از زال. خب در برنامه های گذشته ذکر کردیم که خود اسفندیار هم خود ایرانی ها میدانستند که دلیل پیروزی رستم بر اسفندیار همون حیله های بود که زال با کمک سیمرغ انجام داده بود. و بنابراین اینا از زال زر کینه داشتند و بنابراین زال در این زمان در زابل زنده بود و او لشکر کشید و آمد باز به لب رود هرمند قرارگاه گذاشت و به زال زر به زابل پیام فرستاد که من با هدف کینخواهی و خونخواهی پدرم و برادرانم آمدم. زال زر به اون نصیحت‌های زیاد کرد، یادآوری کرد از اون ایامی که مثلا بهمن در زابل بود، در خاندان آنها پرورش یافت، او را با مهربانی بزرگ کردند. چون این گفت که از کار اسفندیار، مرا در جهان تلخ شد روزگار. هم از کین نوشازر و نوشزاد، دو شاهی گرامی، دو فرخ نژاد. ز دل کین دیرینه بیرون کنم، همه رود زابل پر از خون کنم. و میگوید که اکنون رستم نیست و سبب کشته شدن اسفندیار رستم نبود، چرا که رستم نبود که به ایران حمله کرده باشد. این اسفندیار بود که با نیت خودش به سرزمین ما زابل آمد و قصد جان رستم را کرد و رستم هم به ناچار دست به این کار زد. اگر اسفندیار این کار را نمیکرد شاید این حادثه تلخ رخ نمیداد. یعنی از این گونه نصیحت های بسیار پرمغز به بهمن گفت، اما در او کار نکرد و او دستور داد تا زال پیر را در بند آورند، اسیر کنند و در همین زمانی که او به زابل لشکر کشیده بود، فرامرز فرزند رستم با لشکریانش در بوست، در مرز بوست بود. بوست یک شهر هست گویند که در مرز سیستان و سیند و هندوستان قرار دارد و شهر بسیار استراتژی، شهر بود اهمیت تجاری داشته است که هندوستان را با بلاد ایران و بعداً بلاد اسلامی می پیوسته است و به همین واسطه جنگ شدید بین لشکر بهمن و فرامرز فرزند رستم
در کنارهای دریای هیرمند رخ می‌دهد. بر اساس روایت شاهنامه این جنگ 3 شب و 3 روز طول می‌کشد و نبرد سختی است، اما بر اساس حوادث طبیعی و برخاستن یک باد شدید متاسفانه لشکر فرامرز پراکنده می شود و او را تنها می گذارند و فرامرز پهلوان با جمع گردانی که نزدیکان خود بسیار مقاومت می کند، اما شدیدا زخمی می شود و زخمی می شود، اسیر می افتد و او را گرفته به نزد بهمن می آرند و بعد به نزد بهمن میارند و گفته می شود که بهمن او را زنده به دار میکشد و بعد تیربارانش میکنند. میگوید که همه تنش پر از زخم شمشیر بود. فرامرز در چنین وضعیت قرار داشته است. همه تنش پر از زخم شمشیر بود که فرزندی شیران بود و شیر بود. اما متاسفانه او با دستور بهمن به دار آویخته می شود و در شاهنامه می آمد که فرامرز را زنده بردار کرد، تنی پیلوارش نگونسار کرد و از آن پس کی نامور اردشیر ز کینه بکشتش به باران تیر. یکی لقب‌های بهمن اردشیر نیز بود. بنابراین میگد هم او را به دار کشیدن هم تیربارانش کرد و بعد خود بهمن او را تیرباران کرد. با همین فرزند رستم از میان رفت. پهلوان قهرمان بانی و پشت ایرانیان نیز در این درگیری متاسفانه کشته می شود. خب یعنی که بر از کشته شدن فرامرز زابل به پشتبان میماند و کیها با خون و آتش گرفتار می شود. خب چه اسراری هست که مثلا بهمن شبانه زابل رو ترک میکنند با لشکران خود؟ بله، وقتی که این حادثه رخ میدهد، خب زال به بند میافتد، فرامرز کشته می شود، لشکریان بهمن زابل را تاراج میکنند. در اینجا بشوتن عمک بهمن که وزیر او هم بود بسیار ناراحت می شود، به نزد بهمن می آید، او را سرزنش و نکوهش می کند که حالا که قصاصت را گرفتی، انتقام پدرت را گرفتی، فرزندی رستم را کشتی، زال زر را در بند کردی، چرا باز به کشتار و تاراج این سرزمین ادامه می دهی؟ این سرزمین است که تو را پرورده است، تو را درسی آدمی دادن، تو را رزم و آدمیت جوانمردی آموختن، تو بعد نصیحت میکنند که میگه تو به برکت همین سرزمین به تخت پادشاهی نشستی. میگه که اگر کینه بودن به دل خواستی، به شوتن میگه اگر کینه بودن به دل خواستی، پدید آمد از خواستن کاستی، کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش، مفرما و مپسند چندین مکوش. حالا که قصاص را گرفتی، چرا غارت میکنی سرزمین را؟ چرا آدمان بیگناه را میکشی؟ این کشت و کشتار آتش زدن چی معنی دارد؟ بله. خلاصه به شدت بهمن را سرزنش و نکوهش میکند و این را یک نوع خیانت به این مردمان زابلی که او را پروردن میداند. چو رستم نگهبان تخت کیان، همه بر در گنج بستی میان، تو این تاج از او یافتی یادگار، نه از شاه گوشتاسپ و اسفندیار. دویم لحظه ای که بسیار بشوتن را تحت تاثیر قرار میگیرد، بعد بهمن زال را از بند آزاد میکند، یعنی میبخشد و پیکر فرامرز را میبرند میسپارند به زابلی ها برای دفن. در همین جا یک اپیزودی بسیار دردناک است که رودابه برای فرزندش رستم سوگواری و گیره و ناله ها میکند و از خیانت های بهمن سخن میگوید که ما چه گناه کردیم که این را پروریدیم در دامن خود فرزندوار و امروز آمد فرزند تو را به کشتن داد. بسیار سخنهای پرمغز و درد و من میگوید که این سوگواری و نوحه رودابه نیز در بشوتن بسیار تأثیر عمیق میکند و خجالت زده میشوند
بهمن نیز از شنیدن این حادثه خجالت زده می شود و برای به همین خاطر به خاطر از اینم بیشتر بدنام نشدن بهمن بشوتن به او دستور میدهد که باید شبانه زابل را لشکر ترک کند که دیگر هیچ کس شما را چهره آنها را نبیند و حس انتقام را دوباره در بین این مردم زنده نکند. تخت پادشاهی که در دست شما است، منت شما باید منت پذیر رستم می بوده. این رد و بدل ها و سخن های است که بین بشوتن وزیر و بهمن می رود و بهمن هم قبول می کند و با لشکرش به ایران برمیگردد. عاقبت حال بهمن چی می شود؟ زندگیش چگونه می شود؟ بهمن دیگر با همین بعد بیماری که گفتیم نصیحت میکند و همای را وارث تعیین میکند و خودش فوت میکند و بعد به تخت شاهی همای چهرزاد می نشیند. از زمان پادشاهی او 32 سال 31 سال بر اساس بعضی منبع ها بوده، ولی در شاهنامه از دوران پادشاهی همای تعریف شده است که زمان پادشاهیش بسیار نیکی ها کرد، دادگر بود، آبادانی کرد در این زمین، یعنی مثبت بود پادشاهیش. و او فرزندی که ذکر کردیم بعد 8 ماه به دنیا آمد، بعد 8 ماه او را پرورش داد و پنهانی او را در یک صندوق با زر و زیورالات زیاد در دریا انداختند تا کسی نفهمد. خب البته دوام حادثه را بعد قصه میکنیم در داستان‌های دیگر، چون که ها پای در پای و پیش در پیش است. خب برای اون که یک صحبت زیبا داشته دایر به زمان پادشاهی بهمن اشما منت دارستیم. بینندگانی از این خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن بهروز ذبیح الله، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون پادشاهی بهمن. تا صحبت دیگر شاد بمانید.